بله الینا. عشقم تو ده کجاستی؟ پیام دادم جواب من ندادی. شرکت هستم. چی شده؟ چیزی نشده، فقط امروز دق آوردیم. پیشم آمده نمیتونی؟ فکر نکنم، کم کار دارم. در تلفن گپ میزنیم. درست است؟ درست است. بیا که هر دوی ما یک کار کنیم. تو با دیدن نامزدت برو. مام همراه مادرم گپ زده پس میایم. 2 ساعت بعد هر دوی ما اینجا میبینیم. چی نظر داری؟ نه خیر. اوف، هیچی وضعیت است. مثل محافظ بالای سرم سبز شدی. مرا به زور نگاه میکنی. من میرم. صبر کو حسن. کنان الهیم کو، ما باید برم. چرا نمیخوایی بفهمی؟ من باید همراه مادرم گپ بزنم. درست است، گپ بزن. صبر کو، کم منتظر باش. نه خیر، من باید امیال گپ بزنم. حسن نکو. همراه مادرت چی گپ میزنی؟ با تو چی؟ ناراحت هستی تو؟ من اصلا ناراحت نیستم. حسن تو را میشناسم. چی شده اید؟ چیزی نیست کنان. من باید همراه مادرم گپ بزنم. یک سوال است که باید ازش پرسان کنم. حسن ابرو درباره پدرم یک چیزه کو. میخواستم در این باره همراه مادرم گپ بزنم، البته اگه شما نمی اومدی. چی گفت؟ مادره از کسی دیگه طفل داشته و بعدن همراه پدر مروسی کرده. یعنی کسی را که سالها پدرم میگفتم پدر اصلیم نبوده. خانم اصل کجاست؟ کندال قسم میخورم که نمیفهمم. مام همیال از تو خبر میشم که گم شده. رفیقت گفت که پیشت یک دختر آمده و همراهیت زود بگو که او دختر کی است. پس او لوده شیطانی مرا میکنه؟ خلیل، او دختر کی است؟ اصل نبود بیادر، ابرو بود. چی را میپولی؟ لباسای من چند تا شعبه اصل داده بودم، اونا را میپالم. یعنی که اصل طرف لباسای تو میبینه؟ قبل از این روزا وقتی که پیسه شوهرش نبود، بله جانه، لباسای ما را میپوشید، اونا را میپالم. وقت پیدا کردم میرم. تو از خدا گرفته برو. من همراه اصل گپ زده از پشتت روان میکنم. گم شو. الینا امروز پایین آمد دیف نه؟ من ندیدم مادر. چی شده؟ نیک ناراحت چیز است؟ نمیفهم. شاید همراه کنان گفتگو کرده باشند.
کنعان مثل سابق زیاد نمیایم. امروز هم دیده نمیشد. تو میخوایی چی بگویی دفنه؟ دفنه گپای تا پیش خود نگاه کن که ضرورت نشه به کسی بگویی. اورال تو مرا اشتباه در کردی. بیبی واقعا قسم نیست. مادر نباید زود برم. تو امروز چی کار داشتی؟ همراه شرکت امنیتی گپ زدی؟ چی وقت به من میگفتی؟ زیاد مهم نیست، به خودم حلش میکنم. میفهمم امروز گپ زدم. میفهمم که قصد جان الینا را کده. او بایی که اصل نیست ها؟ یعنی که با هم دیدین کجا بود؟ نه هنوز ندیدیمش. پس بایی که اصل پیش تو چی میکنه اورال؟ رستوران رفتم کسی نبود، بایی که اونجا پیدا کردم. همراه مادرش گپ نزدی؟ از او میپرسیدی؟ و هم نمیفهمه کجا رفته. مشکل نیست، خودم حلش میکنم. تو اینجا چی میکنی؟ با گرفتن وسایلم اومدیم. تو اصلا دیدی؟ میفهمی کجا هست؟ نه در رستوران نیست. ما یک خانواده واقعی نبودیم. یعنی اونا ابرو مادرم و هنوزم میخوایم پدر بگویم اونا یک خانواده واقعی بودن. من بینشان بیگانه بودم. در یک دنیای خیالی زندگی میکردم. به خاطر پدرت چیز گفتن نمیتونم. بهتر بگویم از طرف خلی. اما ای که به مادرت بیگانه نبوده و محبتش نسبت به تو نمایشی نبوده من بسیار خوب میفهمم. یک دفعه از مادرم پرسان کردم که چرا پدرم هیچ وقت مرا با آغوش نمیگیره. گفت به خاطر که تو پروانه هستی. نمیفهمیدم. گفت تو بسیار بالای بزرگ داری. اگه با آغوش بگیره دیگه پرواز نمیتونی. فوراً یک موضوع پیدا میکرد و گپ تیر میکرد. میخواست که حقیقت اصلی پدر ما از پد کنه. اما آهسته آهسته کل چیز افشا شد. هر وقت که پدرم مرا عصبانی میساخت باز مادرم آمده مرا دلداری میداد. یعنی میخواسته که تو جگرخون نشی؟ به نظرت قسم خوش هستم؟ از این که سالها یک بیگانه را پدر میگفتم کمتر مرا جگرخون میسازن؟ نمیفهمم. شاید به اندازه که مادرت ترک کنه درد نداشته باشه. بیبی مرا اشتباه درک نکن. به خاطر زیاد شدن دردایت نگفتم. فقط به خاطر که ارزش ملک مادر بفهمی گفتم. معلوم میشه که به خاطر تو یک زندگی نمایشی را تحمل کرده. همروی تو شریک یک دروغ شده. تمامش به خاطر تو بوده و به نظر می زیادتر ارزش داره. آقا اورال بیکار هستین؟ چی شده؟ همراه خلیل گپ زدی؟ گپ زدم این چیزا نمیفهمم. لوده احمق دروغ میگه. اصل خبرش مهم نیست. به خاطر پیسه او احمق هر کار میکنه. با بچه بگو که متوجهش باشن. آقا اورال شما مطمئن هستین که اختطاف شده؟ یعنی بله مطمئن هستم کندال عزیز کنان اصل هیچ کدامشان نیستن. با بچه بگو بندرگاه رو ببینن. شاید همراه کشتی کدام جای رفته باشن. چشمرم خوب ببینین. با بچه اونجا بگو که در خانه عزیز برن. این لوده حتما گل باب میته. اگه مقصدش اصل می بود مقابل محمد خودش برام نشان میداد. منتظر چیزی است. چی کدی حافظ؟ سپرایز اورال آماده است. چند دقیقه بعد به جایش میرسه، تشویش نکنه. پس بگو که جنگ شروع میشه. اینا نمطور است. خب است ما حالا به رستوران آمدیم بعدن باز گپ خود زدیم. سعید رئیس روز بخیر. حالا نه ممیر. آی دخترم آرام باش. بلیاز خدا آرام باش. به او خانه رفته چی میکنی؟ دخترم میبینم اما نمیفهمی که به تشویش هستم.
تا وقت نبینمش آرام نمیشم. از کجا معلوم که در خانه باشه؟ پس کجاست؟ تلفنم جواب نمیده. از وقتی که نامای نازه دیدیم زاریم میترقه که اصلا او خانه کدام چیزی نشه. نترس. تا وقت من زنده باشم مسئله چیزی نمیشه. درست است جونم، اجازه نمیدی مورد چیزی شوه. عزیز اصل گم است. تلفن خودم جواب نمیده. میفهمم چون من فرارش دادین. نفهمیدم. تشویش نکن. درست است اصل پیش من دم نست. آرام باش، کل چیزا میگم و دیگه اگه میخوایی رفته دیده میتونیش. نمیفهمم مادرم زنده است یا نیست. اگه واقعا قسمه که میگی ما را ترک کرده رفته باشه، بعد از قدر سال آدم و قبلش رفته چی را پرسان کنم؟ وضعیت مامم قسم نیست. پدرم نمیفهمم پدر اصلیم زنده است یا نی. اگه زنده باشه باید خوش شوم. ایرام نمیفهمم چون اگه زنده باشه هیچ نخواسته که مرا ببینه. به ایماناست که هیچ برش مهم نبوده. همه قسم نیست. شاید ازت خبر نداشته یا نو درباره تو فهمیده باشه. خیلی کلش گناه مادرم است. این موضوع ازم پد کرده. ده اینجا من درد میکشم. شاید او دوتا هم زیاد درد کشیده باشن. از کجا میفهمی؟ به می خاطر باید همراه مادرم گپ بزنم کنان. حالا اجازه بده دیگه. کم دگام صبر کو اصل. منتظر باش. کم دگام همراه مادرت گپ میزنی. تا حال اورال حتما دیوانه شده. به خاطر دیوانه شدنش به دلیل ضرورت نیست. کار هر روزش است. حتما زنگ زده اما موبایلم خاموش است. دبیکم است. میفهمی که تو را مقصر فکر میکنه؟ هیچ برام مهم نیست. بایکم فلشم ده بایکم بود. فلش چی؟ فیلم موتو. فلشه که پیش ابرو بود. فلشه که فیلم موتو بود. بایکت کجاست؟ بایکم در رستوران بایکم افتاد. اگه به دست اورال بفته چی؟ دقیقش نشو. برای مهم نیست اصلا. به تو مهم بودن نمیتونه اما به من مهم است. خدایا انشالله که مادرم گرفته باشه. حالا چی کنم؟ اجازه بده رفته بایک من ببینم فلش پیدا کنم لطفا. نخیر. آف. الینا زندگی تو خوب هستی؟ کدام مشکل است دخترم؟ نه من فقط مادر کنان ای وقتا بسیار در مقابلم بی توجه شده. هیچ نمیفهمم که چرا همراهی می تو میکنه. این قسم نکو الینا جان. دی وقتا کارش زیاد است به او خاطر است. تو تشویش نکو. قدر به فکرش هم نباش. راستی اصل ده کجاست؟ خانم جانم پلیس آمده و قارالم میپرسن. روز بخیر. اورال دمیروغلو را میبولم. فعلا خودش کجا هست؟ چی شده؟ با کدام حق به این شکل خانیم آمده میتونین؟ تشویش نکنین خانم محترم. اجازه تلاشی را دارم. مادر چی گپ شده؟ چیز نیست زندگیم. تشویش نکن. تو به اتاقت برو لطفا. درست هست. چی میخواین؟ اورال چی کار دارین؟ درباره ناز دمیروغلو هست. شما چی چتیات میگین؟ ناز دمیروغلو را چی شده؟ انتظار داریم که ایره اورال دمیروغلو بگویه. اورال دمیروغلو چی تان میشه؟ بچیم ببینید خانم محترم با شما واضح میگم مدت زیاد میشه که سری حدوثیت تحقیق میکنم اما علیه بچه تان کدام دلیل به دست آوردن نتونستم. اما به این نتیجه رسیدم یگانه کسی را که به خاطر تحقیقات ده حوزه برده میتونم او دمیروغلو است. اگر کدام مشکل نباشه دوباره میپرسم اورال دمیروغلو کجا است؟
اورال دیمیروغلو، بله معصوم، چی میخواین؟ شما را تحت نظارت میگیریم. به کدام دلیل؟ به خاطر اظهارات دادن درباره گم شدن ناز دیمیروغلو باید همراه ما به حوزه برین آقای محترم. آرام باش عزیزم. بدون دلیل نمیتونین مرا هیچ جایی ببرین آقا. شما قانون بهتر از ما نمیفهمین آقا اورال. امر تحت نظارت گرفتن شما را از سارنوالی داریم. بیازو بدون دلیل نداشتن تا اینجا خدا با زحمت نمیساختیم. دستگیرش کنین دوستا. مادر اشتباهی بسیار بزرگ میکنین و وقتی به اشتباهتون پی بردین کلتان پشیمان میشین. آرام باش جانم، آرام باش، چیزی نیست. همراه تو بدن گپ میزنم. مشکل خدا در حوزه بگو. اورال تشویش نکو بچه، همراه وکیل گپ زدم، هر چی لازم باشه میکنن. تا وقت وکیل نامده هیچ چیز نگو، درباره هیچ چیز گپ نزن، حلش میکنم بچه. کل چیز خوب میشه، سرم باور کو. مادر وضعیت الینا خوب نیست. الینا فوراً بالا ببرین، زود ماشین روشن کنین، حالا زود ببرین، حالا. حسابی این کارتانه میتین، کلتان حسابی این کارتانه میتین. یک خبر خوب بده حافظ. رئیس توفه به جای خود رسید. یعنی که داخل قفس خالی شد. شاید بعد از سالا با چشمای مام خواب آرام بیایم مترسن حافظ. انشالله رئیس، اگه او پرنده داخل قفس شود دیگه ایلایش نمیده. انشالله. خانم جانان ماشین روشن کرد، نیم ساعت بعد به خود میآید، تشویش نکنید. یک حمله خود. ما به حوزه میریم، متوجه الینا باشی. بیبی اگه اتفاق قبلی دوباره رخ بده تو مسئولش هستی، فهمیده شد؟ چی شد؟ هنوز جواب نداد. نه جواب نمیده. پیام بان، اگه ضرورت شد درو گپ میزنیم. ها سینان کجاست؟ نیم ساعت است که با تو زنگ میزنم. چی از چی شده دفنه؟ هم بیادرت بردن. کی؟ تو چی میگی؟ چند دقیقه قبل پلیس آمدن، بیادرت بردن، ما هم به حوزه میریم. یعنی که پلیس بردن همه قسمه هست. درست است؟ به خاطر چی؟ گفتن به خاطر ناز هست، اما ما هم دقیق نمیفهمیم. یک دقیقه سینان، قبل از اینکه رسانه خبر شود باید اورالا نجات بدیم. خوش کنی کارمندای شرکت نفهمه، فوراً برآمده بیا. درست است، تشویش نکن، راحت باش، هیچ کاری نمیتونم. این حتما کار عزیز دوبراک است. فقط اصراراتش گرفته آزادش میکنم. اول باید همراه وکیل گپ زده وضعیت بفهمیم. شما عجله نکنین، منتظر باشین. یک جای از خانه میریم. درست است؟ درست است. حالا پدر، هر چیزی که میگی بگو. باید وسایل ما بالا ببرم. بیازو اعصابم زیاد خراب است. چی شده؟ درباره هارد دیسک مارد دیسک میگفتی. به نظرم گرفته نتونستی. گرفته نتونستم، اما به زودی میگیرم، تشویش نکن. به هر صورت توی ربان کنان پیدا کن، جای اصل پیدا کن. او میفهمه. خب شاید او فرارش داده. فکر نکنم کنان فرار داده باشیش. در حقیقت اصل خودش پیشش رفته پدر. بیازو یخن شعیل دادنی نیست. به او چی ربطه داره؟ اصل به کنان چی ربطه داره؟ حتی امکانشان نیست. تو به این فکر باش. او دختر ما را از خانه کشیده، کوشش میکنه که زندانی بسازه، باز تو هنوزم به فکر اصل هستی. گفتی چی کده؟ تو درباره چی گپ میزنی؟ تو کلتون در جنجال هسته. تو به جای خوب ساختن رابطه ما و اصل خدا به اورال نزدیک بساز. فقط از این طریق به هدفهایت رسیده میتونی، چون بعد از این اصل طرفت سلام نمیکنه. به خاطر تو است. مرم تبا کردی، خودت تبا ساختی. تو آینده ما را از بین بردی. آماده شوین. آماده شن که آمادن. آقا اورال، چرا به حوزه آورده شدین؟ کدام توضیح دارین؟ درباره گم شدن ناز دیمیروغلو چیزی بگفتن داره؟ آقا اورال لطفاً محترم دور شوید. میشه جواب بدن آقا اورال؟ فقط یک چند سوال. یک سوال ما جواب بدن آقا اورال.
تصاویر آماده از خانم جارا، هر وقت خواستین آماده میکنیم. فوراً یعقوب، همیاله تقسیم کنیم. بچه‌شون خانم. تلویزیون روشن کن، تلویزیون. چی شده ماما؟ کدام مشکلی است؟ تو روشن کن. درست است، 1 دقیقه روشنش میکنم. چی شده؟ نمیفهمم. شروع میشه. سعی کنین ما قطع میکنم. خداحافظ. خبرها را با آخرین گزارش ادامه میدیم. تجار مشهور اورال دیمیروغلو به دلیل دادن اظهارات درباره خانمش که سالهای زیادی از ناپدید است، امروز بعد از چاش به حوزه آورده شد. اورال دیمیروغلو باورچک هایی که به دست داشت به حوزه آورده شد. تشکر از توجهتان. آقا اورال چرا به حوزه آورده شدین؟ کدام توضیح دارین ها؟ درباره گم شدن ناز دیمیروغلو چیزی به گفتن داره آقا اورال؟ لطفاً دور شوین آقایان، لطفاً. میشه جوابتون آقا اورال؟ آقا اورال لطفاً. چقدر خوب. ای با یک مدت اورال مصروف میسازه. خیلی درست است دیگه، حالا میشه که برم. اورال دوز از هیچ کاری کردن نمیتونه. هیچ جایی رفتن نمیتونی. آدمای زیاده تحت امرش هستن، معلوم نیست که در بیرون هستن یا در داخل. جایی رفتن نمیتونی اصلا. بودنم در اینجا به فایده هست، همونطور نیست؟ خبرها را خود دیدی. شاید بخواین که اظهارات مرام بگیرن. چی میکنی؟ از شوهرت دفاع میکنی؟ چیزایی را که میفهمم میگم. نه خیلی رفتن نمیتونی، اجازه نمیتونم. تو خودت چی فکر کردی؟ شوهرم هستی؟ البته که نیستم، حق با توست. شوهرت فعلا در حوزه است، مرتکب جرم شده. من قسم اینجا همراهی تو نمی باشم. دیگه چانس نداری. متاسفانه ما تو. دخترم ما پیش دروازه هستم. بایی که ما در رستوران مونده. تو ندیدیش؟ نه ندیدم. وقتی که آمدیم در رستوران نبود. مادر محضت یک چیز پرسان میکنم و تو باید برم راست بگویی. وعده کن. وعده است. انگشتره که در عکس است مربوط ناز دیمیروغلو میشه و فعلا در صندوق شخصی دفتر اورال دیمیروغلو است. ناز حتی با 1 ثانیه انگشتر از دست خود نمیکشید. عزیز توپراک برادر نازامی گپای ما به شما تصدیق خواهد کرد. این نوشته دست نویسته ناز است. با بیادر خود نوشته کرده که اورال او را سخت ترسانده. فکر میکنم که در خانه چشمه نامه ها و شواهد دگام است. دلایل دگام است که زنده بودن نازه ثابت میسازه. نازه هر چیزی که شده باشه ایره جنان دیمیروغلو هم میفهمه. با او خاطر میخوایم که اظهارات او را بگیرن. هر چیزی که ضرورت باشه انجام میدم. شما هیچ تشویش نکنین. تا وقتی که عاقبت ناز معلوم نشده هیچ نیت ندارم این دوسیه را بسته کنم. بسیار میبخشین، لطفاً او را بانین. او کامپیوتر ما است و بیادرم هیچ ربطی نداره. کامپیوتر شخصی ما است. فقط یک سوال ساده پرسان کردم مادر. خلیل پدر من است یا نیست؟
تو طرفم نبی یک چیز بگو. مادر جواب بده، چرا چوب هستی؟ یادت است یک روز تب داشتم، عذر کردی که به شفاخانه برم اما نبرد، یعنی برش مهم نبودم. حتی از جای خود بلند شده یک بارم ندید. خیلی بگو به همین خاطر بود؟ یک بارم مرا نوازش نکرد، حتی یک بار مادر نوازشم نکرد. بابا به همین خاطر بود مادر، به همین خاطر لباس عروسی تا پیشم مادی. به یاد داری که برم گفتی این کفنت باشه، اما او حتی یک بارم صدایش نکشید. برش مهمم نبود. به همین خاطر مادر، اگه پدر اصلی می بود قلبش آتش می گرفت. چرا چوب هستی؟ اگه انسان باشه، قلب داشته باشه، حتما می سوزه. اما حقیقت و قسم نیست. خلیل نه انسان شده تانستون، نه پدر دختر. خلیل اما قسم یک آدم است. کافی است که مثل جان خود دوست داشته باشه. خلیل قسم یک آدم شده نتانست. نه تو را دوست داشت و نه پدرت شده تانست. کسی که پدر می باشه جانش وابسته اولادش است، چون ازش مواظبت میکنه. به قیمت جان و زندگی فکر کردم که همه تو میشه. خلیل به جایی که جان خدا براهت بانه، جان تو رو درای خدا مرز. مرا ببخش دختر. ده قدر سالا به جای پدر گفتنی یادم بهتر بود که میفهمیدی پدرت مرده. یعنی که نمرده؟ او هنوز زنده است. پدرم زنده است. هنوزم زنده است. ای آخرین مهرت بود نه عزیز صبرا؟ کمی قدر قدرت داشتی؟ ای اولین مهریم از شیرم. هنوز با مهری آخرین بازی نکدیم. همراه تو و همراه او ماهیگیر احمق بعدن گپ میزنم. در مسائل شخصیم کسی دیگرت دخیل نساز، تنها تو و من. راست میگی، او فعلا پیش اصل است. هر دویتون تاوان اختطاف کردن خانم مرا پس میتین. اینجا یگانه کسی که حساب میتد تو هستی ورول. میگفتی که اول دخترم و بعدن خود از بین میبرینی. حالا دخترم پیشت نیست، فقط یک مرمی برات کافیست. بیا زورم در وقتش در قفه دستت مانده بودم. کارت آسان تر است. یک بار از اینجا برایم. میبرایی، البته که میبرایی، اما توسط موتر زندان. اما تشویش نکن، تو را به زندان روان نمی کنم. از اون موتر تو را به موتر جنازه بالا میکنیم. هی از یادت نره، راهت به آخر رسیده دیگه. اصل از پیشت میگیرم، حتی نمیتونی چهرهش رو ببینی. میبینیم. به هر صورت خداوند نجاتت بده. چطور تو یک کار تانستی مادر؟ سالا طرفم دیده چطور برم دروغ گفته تانستی؟ به تخلص دیگه کسیات ضرورت داشتیم؟ به خاطره که به تنهایی از مواظبت نمیتونستی ای کاره کردی؟
ما دختر و مادر به تنهایی سر پای خود اصلاح شدن نمیتونستیم. نخواستم روی هیچ کمی رو ببینم. وقت فکر میکردم پدرت منو ترک کرده. نخواستم فکر کنی که ترک شدی یا دوستت نداره دخترم. بیازو حقیقت ما قسم نبوده. پدرت ما را ترک نکرده بود دخترم. درباره من میفهمم. از من خبر داره اما با دیدنم نامده همون نیست. قسمه که میفهمی نیست. نمیفهمیده که طفل داره دخترم و هم نو خبر شده و با دیدنم نامده. حقیقت برم نگفت. آمده دخترم. امی که از حقیقت خبر شد آمد. حتی خواست که حقیقت برات بگویه اما من اجازه ندادم. دختره خوش آمدی. پدر؟ حسن دخترم خوش آمدی. من به خاطر تبریک گفتن به مادرت آمده بودم. شما در اینجا چی کار داری؟ تو خودت چی فکر کردی ها؟ بیرون میکنه. اینجا جنگل است. تو با او دست بزن با دستای خودم تیکه تیکت میکنم. اگر 40 سالم فکر کنم با فکرم نمیومد که خانوادگی دیوانه هستید. کاش که من یک دختر میداشتم که مثل تو مرا دوست میداشت. عزیز توبراک او هستنی. عزیز توبراک پدر من است. معذرت میخوام. نتونستم قدرت گفتن حقیقتا نداشتم دخترم. ترسیدم که تو رو از دست ندم. تا به خانم آمده مرا توسط دخترم تهدید کرده بودین. خانم جانم باید داری بعد از ایشه دیگه خودت فکر کن. من خود دخترم نجات دادم. حالا دیگه نوبت تو است. باید بچه تا نجات بدی. ببینیم نجات داده میتونی یا نه. اگه بچه من راحت بسازی این دنیا را برات زندان میسازم عزیز توبراک. اشتباه کردی جانان دیمیرغلو. شما خوارم آرام نماندین. اذیتش کردین. ما می دنیا رو براتون زندان میسازم و دیگه فقط بچت نیست. با زودی ترام پیش او روان میکنم. منتظر باشو بیبی. عزیز بیادر ما چند دقیقه اینجا می باشم. چرا؟ ما وظیفه خود انجام دادیم. بعد از ایشه اونا فکر کنن. باید اظهارات اونا رو ببینیم و شاید چیز از دانشان برایم. میفهمی باید از هر احتمال فایده بگیریم. دوز هستیم. هیچ کاری نمیتونم. تشویش نکن. خب است. اصل اجازه بده که 6 تا گپ بزنیم. کل چیزا برات میگم. کافی است که به گپایم گوش کنی. چیزی به گپ زدن نیست. تمام گپای تا گوش کردم. در تمام زندگی همراهیم بازی کردین مادر. دخترم من دلایل منطقی داشتم چی میشه به گپایم گوش کن.
کدام دلیلت میتونه که ای گپا را از یادم ببرم مادر؟ من چطور ای دروغ فراموش کنم؟ تو یک بیگانه را پدرم و پدرم برم بیگانه ساختی. من چطور تو را بخشیدم میتونم؟ اصل دخترم، فعلا نمیخوایم گپ بزنم مادر، برو میخوایم تنها باشم. اصل لطفا مادر، لطفا برو دختره، برو. مادر خوب هستی؟ نیستم، هیچ خوب نیست. درباره عزیز گفتم، حقیقت گفتم. حتی دلیل که اینقدر سالا چرا برش نگفتیم هم نشنید. اجازه نداد که بگویم. میفهمیدم که تو میشم، میفهمیدم. این قسم فکر نکن مادر، با مرور زمان عصبانیتش برطرف میشه. و دیگه وقتی عزیز بیادر آمد یک جای شیشته کل چیزا برش بگوییم. فکر نکنم که بشنوه کنن. سر ما و عزیز بسیار عصبانی است. با کدام دلیل؟ چرا هنوزم بچه من نگاه میکنین؟ اظهاراتش گرفتین. ده خانه و شرکت تلاشی شد، بدون یک انگشتر کنه دیگه هیچ چیز پیدا کردن نتونستین. ببینین واضح گپ میزنم. ما فکر میکنم نازلی میروغلو از بین برده شده. نمیخوایم که او را مقصر بسازم. هدفم فقط پیدا کردن مجرم اصلی است. با شکایت 2 نفر ای قسم بچه ما زندانی نمیتونین. اشتباه کردین خانم جانم، 2 نفر نه 3 نفر است. در وقتش خانم نازم از بچه‌تون شکایت کرده بود، اما بعداً با یک شکل شکایت خدا پس گرفته بود. نمایشان واضح است، چیزی از دست ما نمیه.
نام شما فقط در تذکره نی بلکه در هیچ جای دگام نوشته نخواد شد. معذرت میخوایم. من دیگه هیچ چیز نمیشنوم. بیا همراه ما میریم. همراه کندالم با تماس شده نمیتونم. چی؟ یعنی چی؟